با سلام خدمت شما. قسمت چهارم و آخرین قسمت این فایل آموزشی رو که مربوط به استراتژی خودم هست خواستم توضیح بدم که طریقه سیگنال گیری و اصلا روش کار رو به صورت کلی براتون توضیح بدم. تا حالا آموزش دادم که چجوری بیسلاین رو تشکیل بدین، چجوری فیبوناچی رو بندازین روش، فاصله 200 پی پی چجوری تعیین کنید و اگر ببینید تو یک ماهی روند به سمت بالا بود، های کلوز رو میدیم به اضافه اون عددی که گفتم انجام میدید. های کلوز به سمت پایین بود، روند مثل این پایین بود، های کلوز رو میدید تقسیم بر 3 منهای اون عدد رو ببین بیسلاین ماه بعد رو میدید. مثلا بیسلاین این ماه رو میخواستیم، های کلوز این ماه رو میدیم تقسیم بر 3 به اضافه اون، چون روند به سمت بالا بود. حالا اگه ما ماه آینده اینجا رو بخوایم، چون الان دیگه زیادی هم نمیگه که 2-3 روز مونده که اینجا ماه تموم میشه، ما های کلوز رو باید بدیم منهای اون عدد کنیم. این دفعه بیسلاین احتمالا میفته همینجا و میره بالا. خب اگه قیمت افتاد بالای خط مرجع ما، دیگه روند ما صعودی. اگه افتاد زیرش میشه روند نزولی مثل این نقطه. خب حالا من میخواستم بگم که اگر یه زمانی دیدید که مثل این بیسلاین اینجا بود، و این کندل آمد بالای این رو شکست و رفت 23% هم شکست، ما میدونیم تا 50% میره. خب ولی یه زمانی برمیگرده میاد تا 76%، زیر 76% رو میشکنه، یعنی اینجا رو حتی میاد یه شاخه میزنه. خب قانون میگه چی؟ میگه وقتی که افتاد زیر بیسلاین باید بیاد تا 50% دیگه، تا اینجا باید بیاد. خب یه موقع دیدی آمد اینجا، چون قبلا یه بار اولین بار ببین کجا رو شکنده. اولین بار اگه اینجا رو شکنده، 23% رو شکنده، اینجا که اومدی یه فرصت هست، یه فرصت داره به ما میده. اینجا رو شکن ولی برمیگرده، میخواد بیاد تا اینجا ما یه سیگنال داریم ولی برمیگرده میره اینو تکمیل کنه، چون اول اینو شکنده، میره تا 50% اینو تکمیل میکنه، بعدش هم میره 100% تکمیل میکنه. حالا یک سیگنال تا 76% روش تکمیل میکنه و 100 منهای سی هم تکمیل میکنه. اونجایی که بهتون گفتم مثل این برمیگرده، 100 منهای سی هم تکمیل میکنه. بعد یک سیگنال ما اینجا داریم تا 50%. ببینید چه سیگنال خوبی اون موقع بهتون میده، یعنی از اینجا دوباره شروع میکنیم تا 50%، ببینید تا 50% پایین 300 پیپ اینجا بهتون سیگنال. هیچ سافری تو دنیا نمیتونیم پیدا کنیم که با یک کندل، حرکت یک کندل، وقتی که زیر این رفت بالا، این شکن اومد زیر این شکن رفت بالا، بدون اینکه 300 پیپ دیگه ما بریزه، رفت بالا بدون 300 پیپ دیگه خیال داره بریزه. این یک سیگنال 300 پیپی که از همونجا با خیلی راحت میزنیم و 300 پیپتون رو میگیرید. خب هر موقع هم اومدیم تو تایم روزانه، بیایم تو تایم 4 ساعته تایم رو عوض کنیم. به من اول بیام همینجا مثلا پس کنیم، اینجا رو من علامت بذارم، این دسته بیا. بعد بیایم تو تایم 4 ساعته، کجا بود؟ تو تایم 4 ساعته ببینید 23% رو شکنده. هر وقت بیایم با کندل اینجا رو شکن، با کندل بدنه کندل افتاد بالا، پس مطمئن میتونیم تا بالا میره، تا این خونه میره. ببینید تا خونه 50%. ببینید با این کندل، با کندل بعدی اومده بالا رفته و اینو دیده و بعد برمیگرده، چون قانون ما باید تا 50% میره، 50% این تا 38.2% اینجا رفته، برمیگرده اینجا یه چیه فرصت. از اینجا دوباره شما باز یه سیگنال میتونید بگیرید. ببینید میگم فرصت ها رو از دست ندید. این 105 پیپ اینجا به ما سیگنال داد. یه بار شما اینجا اومدین تا اینجا سیگنال رو گرفتید، همین پوزیشنتون بذار باز باشه، از اینجا دوباره حجم لات سرمایه‌تون رو بذارید کنار، یه 50% تا 50% اینجا یه 130 پیپ هم اینجا بگیرید. دوباره برمیگرده زیر 50% میشکنه، اینجا میره بالای 50% هم میشکنه. وقتی بشکنه تا 76% میره، بایستی تا 100 منهای سی بره، ولی به خاطر این که قبلا 50% منهای 14 رو شکنده، برمیگرده تا 23% میبینه، تا اینجا برگشت تا 23% دید، 23%. بعد دوباره میره 100 منهای سی. دقیقا این سیگنال هم بچه.
تو یک ماه شما میتونید 600 700 پیپ از این برنامه سود بگیرید. دیگه هیچ سافری به نظر من تو دنیا بهتر از این نیست که من بهتون الان توضیح دادم و روششون هم. قانون 76% وقتی از بالا 76% رو بشکنه تا 50% میره، 50 منهای 14 رو بشکنه تا 23 میره و تا صفر، اگه صفر باشه تا 0 منهای 30 تا اینجا باید بیاد. قانون 23% اینه که وقتی از بالا از پایین بیسلاین رو میشکنه میره 23% رو میشکنه تا 50% میره، 50 مثبت 14 رو بشکنه تا 76% میره و تا 100 منهای 30 باید بره. وقتی از اینجا برگشت یه سیگنال دیگه از اینجا باید بگیریم بره بالا، یه سیگنال دیگه از اینجا بهتون میده، یعنی یه 100 220 پیپ دیگه دوباره بهتون. از اینجا وقتی از 76 برگشت نرفت 100 منهای 30، از 23 دوباره یه سیگنال دیگه بگیریم. ببینم این چند پیپه اینجا بتون 150 پیپ دیگه بتون. پس قانون 76 وقتی از بالا بشکنه تا 50 میره، 50 منهای 14 تا 23 میره، 23 هم اگر یه شادو اینجا زد تا 100 منهای 30 باید بره، برمیگرده دوباره میاد، ببینید برمیگرده فرصت بهتون میده دوباره میاد. قانون 23 وقتی که بشکنه تا 50 مثبت 14 بشکنه تا 76 و بعد برگشت تا 23 میاد، میره تا 100 منهای 30. این توضیحاتی بود که من تکمیلی براتون گفتم. یه توضیح هم بهتون گفتم که قبل اون وقتی که میبینید حالا من اینجا بعضی جاها اتفاق میفته، اگه میاد بالا با اسنان ممکنه که برگرده بیاد زیر 76. درسته، اینجا یه فرصته، یه سیگنال از اینجا تا 50% و اگر نیومد، اگر مستقیم اومد تا اینجا که تمام، اگر نیومد از همینجا برگشت تا اینجاها اومد، بدون که یه 300 پیپ دیگه ما بریزه، از اینجا شروع میشه تا 50%. دیگه این توضیحات تکمیلی بود که براتون فرستادم، انشالله که موفق باشید.